دیروز در خدمت شما هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. دکتر صاحب چطوری جانم؟ احترامات تقدیم است برای شما. زنده باشی جان. دکتر صاحب محترم، شما مسائل قسمی مطرح میکنین در تلویزیون. اول خو امید میکنیم شما مرا قطع نکنین، به خاطر که من با حرمت کلام با شما گپ میزنم. اجازه بده من خیلی گپ خودم بزنم. صحبت مردم قطع میکنین. یکی است که دکتر صاحب محترم، شما از اول تا آخر سر مسائل شما صحبت کردین سر مسائل قبایلی در افغانستان. وقتی شما بگین قبایلی، اکثر وقت سر ما مستقیما میایم به گپ I don't go around the bushes. مستقیما میایم. شما سر پشتونها همیشه تاخت میکنین. بله شما قطع میکنم. وقتی که من قومی میگم، تاجیک هم یک قوم است. ما هیچ وقت سر پشتونها تاخت نکردیم. اگر مردم پشتون قومی هستند، من مخالفشان هستم. من مخالف تمام قومگرایی هستم. برای اینکه قومگرایی و قوم پرستی، اگر پشتونا قوم پرست هستند، اگر تاجیکا قوم پرست هستند، اگر ازبکا قوم پرست هستند، من شدید مخالف هستم. برای اینکه قومگرایی در خود نخورین، واقعیت‌های جامعه را ببینین. ما را 1000 سال پس انداخته. ما امروز یوازه که به شکل گلوبالایزیشن ببینیم، ما به شکل شما هیچ وقت نمیگید من این موضوع چیزایی که من میگم جانم، من نه مخالف پشتون هستم، نه مخالف ازبک هستم، نه تاجیک هستم، نه شیعه هستم. این شما هستین که هستین. من میگم که چرا شما نمیگین که ما یک ملت واحد هستیم؟ شما چرا در تمام اقوام افغانستان در مسائل دیورند اینا حق نمیتین و خودتان میگین که تنها یک پشتون هست؟ اینجا مسئله پشتون فارسی و ازبک نیست. اینجا مسئله ملی افغانستان است. وقتی که ما ملی میگیم، تنها موضوع پشتونا نیست. وقتی که ما قوم میگیم، قومگرایی میگیم، این تنها موضوع پشتونستان نیست یا پشتونا. این موضوع تاجیک است، ازبک است، قرقیز است، پشتویی است، کل اقوام افغانستان است. هر قوم افغانستان که اول قوم خود بالاتر بدان از دیگه اقوام، و شدید مخالفش هستم. چی پشتون باشه، چی تاجیک باشه، چی ازبک باشه. برای اینکه ما هیچ وقت نتونستیم که یک ملت واحد شویم. شما ما قطع میکنیم وقتی که شما ما را متهم میکنین به یک چیزی که من نیستم. ما 2 دفعه گفتیم، بازم برتون بهترین رفیقای ما پشتون است، نزدیکترین رفیقای ما پشتون است. ما کت پشتونیست، یک یا و سین و ت داخلش، من شدید مخالفت دارم. مثل که من کت سیونیست مخالفت دارم، کت یهود من مخالفت ندارم. یهود یک قوم است، در قرآن آمده، یک دین داره. اما کت سیونیست من مخالفت دارم. من کت پشتون جزیترین مخالفت ندارم. اما کت پشتونیست که قوم خود بالاتر از دیگه اقوام میدانه، من شدید مخالفت دارم. شما باید بسیار تند موقف من را بفهمین. برای که او دوره‌ای که یک قوم تمام افغانستان را کنترل میکرد و یا هر چیزی که یک قوم باید میگفت، او هلاک شد. چی قوم بابریا بودن، چی قوم تاجیکا بودن، چی پشتونا باشن. برای شخص خود من هیچ قومی بر قومی برتری نداره در افغانستان و هیچ قومی آمدن یک چیز دروغ آوردن که مثلا 60% هستن. قوم پشتون در افغانستان از 36% بالا نیست. هیچ قوم افغانستان در اکثریت نیست. وقتی که در اکثریت نیست، ما چرا همین گپا رو بالا میکنیم؟ ما خب بالا نکنیم، خود مردم بالا کنن. شما همیشه جانم به حرمت که گپ میزنین، توهین نکنین مردم ها. شما مرا محکوم میکنین به اینکه من ضد پشتون هستم. من ضد پشتونیست هستم. اگر خودت پشتونیست هستی و قوم خود بالاتر از دیگه اقوام افغانستان میدانی، من مخالفت هستم.